بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده گرامی و محترم برنامه شاپ. قصد دارم تا در مورد مبحث جدید بازی‌های جنسی زوجین که اخیراً در سایت برنامه شاپ مطرح شده و برای خیلی از افراد ناآشنا هستش توضیحاتی رو عرض بکنم. در این فایل من قصد دارم تا به توضیح ترفند خاص از مجموعه ترفندهای بازی‌های جنسی زوجین بپردازم تا شما ببینید که این ترفندها چقدر با اون چیزهایی که تاکنون انجام میدادید متفاوت هستند و واقعا میتونن برای شما تاثیرگذار باشند. حداقل سعی کنید امشب استفاده بکنید، نتیجهش رو ببینید و اگر راضی بودید ایده‌ای که در آخر همین فایل خدمتتون عرض میکنم رو انجامش بدید. خب یک ایده من به شما میدم، اگر دوست داشتید 12 تا ایده دیگه هم طلبتون. ساده ترین ایده تاس ریختنه. میتونید وقتی که شما وارد اتاق خواب شدید با همسرتون و شرایط مهیای یک رابطه زناشویی هست، 2 تاس رو بردارید، یک برگه کاغذ هم بردارید، روی اون کاغذ از اعداد 1 تا 6 رو شروع کنید نوشتن کارهای دلخواه. مثلا 1 بوسه باشه، عدد 2 نوازش کردن باشه، عدد 3 در آغوش گرفتن باشه، عدد 4 برهنه کردن باشه و همینطور تا آخر ادامه بدید و کارهای دلخواهی که دوست دارید توی رابطه جنسی انجام بدید رو بنویسید یا کارهایی که میشه انجامش داد. وقتی که این کار رو انجام دادید شروع کنید تاس ریختن و اگر دوتایی باشه که چه بهتر، یعنی یک جفت تاس بریزید و میتونید به این حالت تنوع کارهایی که میتونید انجام بدید رو هم افزایش بدید. مثلا اگه 6 با 1 بیاد این کار انجام میدید، اگه 3 با 2 بیاد این کار انجام میدید و همینطور الی آخر. وقتی که این کار رو انجام دادید همسرتون یا خودتون تاس رو بریزید و موقعی که اون عدد خاص اومد کاری که نوشته شده توی برگه ها رو نگاه کنید و اون کار رو برای همسرتون انجام بدید یا اگر قرار طرف مقابل انجام بده براتون. مثلا اگر عدد 1 اومد باید شما همسرتون رو ببوسید یا اگر عدد 2 اومد باید اون رو نوازش بکنید و در آغوش بگیرید. این کار باعث میشه که یک هیجان تازه‌ای براتون ایجاد بشه چون نمیدونید که قراره چه عددی بیاد و میتونید برای کسی که جفت 6 بیاره یک هدیه خیلی خاص و ویژه رو براش بذارید. مثلا کاری که همیشه همسرتون ازتون میخواسته انجام بدید و شما مقاومت میکردید اون رو بگذارید به عنوان یک کار مخصوص و ویژه که اگه جفت 6 آورد شما برای اون انجام بدید یا بالعکسش شما همیشه تقاضایی رو از همسرتون داشتید اما هیچ وقت انجامش نداده و حالا بگید اگر جفت 6 اومد باید این کار انجام بدیم. خب این باعث میشه که یک هیجان خیلی خیلی زیادی به هر دوی شما وارد بشه و قطعاً با لذت خیلی بیشتری مشتاقید که این بازی رو انجامش بدید. میتونید هر بار هم کارهای اعداد رو تغییر بدید و مثلا میتونید که مشخص بکنید که اگر 2 تاس میریزید تاس اول حرکاتی باشه که باید انجام بدید، تاس دوم مکانهایی که باید انجامش بدید. مثلا عدد 1 از تاس اول برای بوسیدن باشه و عدد 1 برای تاس دوم گردن. حالا اگر 2 تا 1 اومد میشه بوسیدن گردن و همینطور میتونید این بازی رو ادامه بدید و برای اعداد مختلف کارها و مکانهای مختلف دیگر رو بنویسید و خودتون یک بار این بازی رو انجامش بدید ببینید چقدر هیجانتون و استرس و لذتتون بیشتر میشه توی رابطه و واقعا با یک سرخوشی جدید و خاصی وارد رابطه خواهید شد. نکته پایانی این که اون چیزی که تا الان مشاهده کردید فقط یک ایده از 10 ها ایده بود که در این زمینه تولید کردیم و برای مشاهده و دریافت حداقل 12 ایده جدید دیگه به سایت برنامه شاپ مراجعه بکنید. مطمئن باشید که اونجا یک غافلگیری خاصی در انتظارتون هست چون یک اتفاق خیلی خوبی الان تو سایت برنامه شاپ افتاده که فقط به کسانی که این ویدیو رو تماشا کردند تعلق میگیره. امیدوارم که از این فایل نهایت استفاده رو ببرید و این تکنیک ها رو انجام بدید و یک زندگی تازه زناشویی رو شروع بکنید. موفق باشید.